ریزان بلتران در سال 2017 و در سن 31 سالگی به دلیل خوردن قرص زیاد خودکشی کرد. شایلا استایلز در سال 2017 و در سن 35 سالگی به دلیل سیروز کبدی کشته شد. آگوست ایمز در سال 2017 و در سن 23 سالگی خودش رو دار زد. این پروژه کار معروف 270 تا فیلم بازی کرده.